درود. اولین اسکناس 1000 تومانی یا 10,000 ریالی. امروز میخوام بهتون در مورد این اسکناس توضیح بدم و در آخر بگم که در حال حاضر ارزش این اسکناس چقدر هستش. این اسکناس در سال 1350 توسط کارخانه دلارو که یک کارخانه بریتانیایی هست چاپ شده. روی اسکناس در وسط تصویر محمد رضا شاه، تصویر بسیار زیبا و قشنگی هستش که قرار گرفته و به این دلیل هم به این اسکناس ها معمولا اسکناس شاه وسط یا عکس وسط هم بین مجموعه دارا گفته میشه. این روی اسکناس امضای جمشید آموزگار و مهدی صمیمی هستش و در پشت اسکناس هم تصویر مجلس شورای ملی. این اسکناس زیبا که توش بیشتر از رنگ سبز استفاده شده، طرح بسیار زیبا و قشنگی داره، طراحی بسیار زیبا و قشنگی داره و به دلیل اینکه این اسکناس به تعداد زیادی ازش منتشر نشد و همینطور و اسکناس با ارزش و بزرگی بودش و هر کسی در دسترسش نبود، یعنی در حقیقت به راحتی در دسترس هر کسی نبودش، به خاطر همین از این اسکناس در حال حاضر تعداد خیلی کمی مونده و به خاطر همین هم مجموعه دارا خیلی دوست دارن که این اسکناس رو توی مجموعهشون داشته باشن و خیلی براش رقابت میکنن. در حال حاضر این اسکناس یه دونه تک برگش به شرطی که شرایط بانکی داشته باشه، یعنی در حقیقت در گردش قرار نگرفته باشه، حدود $6,000 ارزش داره و معمولا بین مجموعه دارا خرید و فروش میشه.